آشنایی با ستروناکس، داروی درمان ناباروری روناک. ستروناکس در درمان کمکی ناباروری در خانم‌ها با روش‌های تحریک کنترل شده تخمدان استفاده میشه. این دارو از آزادسازی هورمون محرک جسم سرد جلوگیری میکنه و باعث تأخیر در تخمک گذاری میشه. در ادامه با طرز استفاده از ستروناکس آشنا میشیم. هر بسته دارویی شامل یک عدد سرنگ با سرسوزن زرد رنگ، یک عدد آمپول حاوی آب سترون، یک عدد ویال ستروناکس 250 میکروگرم، یک عدد سرسوزن توسی رنگ برای تزریق وریدی به همراه 2 عدد پد الکلی می باشد. دارو همیشه باید طبق دستور پزشک مصرف بشه و حواسمون باشه که ستروناکس فقط برای مصرف زیرپوستی هستش. برای استفاده از دارو ابتدا دستهامون رو کاملا با آب و صابون میشوریم. پوشش پلاستیکی سر ویال رو برمی‌داریم و سر ویال رو با استفاده از پد الکلی پاک می‌کنیم. با استفاده از سرنگ همراه سرسوزن زرد رنگ از وسط درپوش لاستیکی ویال مقدار 1 میلی گرم آب قابل تزریق رو به محتویات ویالمون اضافه می‌کنیم. بدون بیرون کشیدن سوزن اون رو روی یک سطح قرار میدیم و به صورت دورانی تکون میدیم. فقط باید حواسمون باشه که از هم زدن زیاد دارو جدا خودداری کنیم تا اینکه محلولمون به صورت یک محلول کاملا شفاف و بدون حباب در بیاد. تمامی محتویات ویال رو به داخل سرنگ میکشیم و سرنگ رو خارج میکنیم. سرسوزن متصل به سرنگ رو با سرسوزن توسی رنگ جابجا میکنیم و سرنگمون رو وارونه میکنیم و پیستون سرنگ رو فشار میدیم تا تمامی حباب‌های هوا خارج بشه. قسمت پایین شکم محل مناسبی برای تزریق هستش. بهتره که اطراف ناف و با فاصله 3 سانتی از ناف برای تزریق زیرپوستی استفاده بشه. برای کاهش سوزش پوست هم بهتره که روزانه قسمت‌های مختلفی از پوست شکم رو برای تزریق در نظر داشته باشیم. با استفاده از پد الکلی پوست محل تزریق رو کاملا ضد عفونی می‌کنیم و اجازه میدیم که الکل کاملا خشک بشه. پوست محل تزریق رو به آرومی به سمت بالا میکشیم و سوزن رو با زاویه 90 درجه و برای افراد لاغر با زاویه 45 درجه وارد پوست میکنیم و محتویات سرنگ رو تزریق میکنیم. با شمارش 1 تا 3 محل تزریق رو رها میکنیم و سوزن رو خارج میکنیم. پس از تزریق سرنگ، ویال و سوزن‌های استفاده شده رو حتما دور بریزیم. باید محتویات هر ویال رو 1 بار در روز و ترجیحاً سر ساعت معینی تزریق بکنیم. همچنین بین هر دوز هم باید 24 ساعت فاصله گذاشته بشه. میتونیم دارو رو مطابق صلاح دید پزشک صبح‌ها و یا عصرها تزریق بکنیم. تزریق زیرپوستی ممکنه باعث درد زودگذر و کمی کبودی در ناحیه تزریق بشه. در صورتی که تزریق با موفقیت انجام نشد، با پزشک، داروساز یا با واحد حمایت از بیمار شرکت داروسازی روناک تماس بگیرید.